سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محسن تحویلی، مدرس زبان انگلیسی و توی این سری ویدیوها میخوایم با همدیگه یک سری لغات کاربردی زبان انگلیسی رو از پایه با هم داشته باشیم. بریم. فکر کن میخوای راجع به خانوادت به انگلیسی صحبت کنی، ولی فقط بلد باشی بگی mother, father, sister, brother و بعد ندونی چی بگی. مثلا اگه بخوای بگی من با خانوادم خیلی صمیمیم، یا من و خواهرم خیلی به هم نزدیکیم، یا حتی ما توی خانواده 5 نفریم، چی میگی؟ امروز قراره یاد بگیریم چطور درباره خانواده به شکل طبیعی و واقعی به انگلیسی صحبت کنیم. و آخر ویدیو یک داستان کوتاه با همین کلمات با هم میسازیم. Let's go. اول از کلمات پایه شروع میکنیم. Family یعنی خانواده. Repeat after me. Family. پدر father، یا در مکالمه روزمره dad. پس my father یا my dad پدر من. My dad is a businessman. پدر من یک تاجره. Mother یا mom. مثلا my mom is a teacher. مادرم معلمه. برادر brother. خواهر sister. البته توی مکالمه روزمره دوستا به همدیگه میگن bro، مثل داداش توی فارسی میمونه، یا خانوما به همدیگه میگن sis، مثل خواهر میمونه. I have one brother and 2 sisters. من یه برادر و 2 خواهر دارم. یه کلمه خیلی مهم، sibling یعنی خواهر یا برادر. پس اگه بگم 3 siblings یعنی من 3 خواهر یا برادر دارم. دقت کنید، sibling به تنهایی یعنی خواهر یا برادر، نه فقط برادر، نه فقط خواهر. حالا پدر بزرگ grandfather، مادر بزرگ grandmother، ولی در مکالمه معمولا میشنوید grandpa یا grandma. عمو، دایی، عمه، خاله تو انگلیسی معمولا یک کلمه. عمو و دایی میشن uncle، عمه و خاله میشن aunt. حالا بریم سراغ کلماتی که مکالمه شما رو طبیعی تر میکنه. مثلا parents یعنی پدر و مادر. مثلا my parents live in تهران. پدر مادر من یا خانواده من تو تهران زندگی میکنن. children یعنی بچه ها، فرزندان. مفردش میشه child، جمعش میشه children نه childs. این یه اشتباه رایجه. one child, 2 children نه 2 childs. husband یعنی شوهر. wife یعنی همسر یا زن. مثلا she is my wife، او همسر منه. he's my husband، او شوهر منه. یه کلمه مهم دیگه cousin. cousin یعنی پسرعمو، دخترعمو، پسردایی، دختردایی، پسرخاله، دخترخاله. همه اینا توی انگلیسی میشن cousin. مثلا My cousin lives in Canada. حالا یکی از اونها یا پسرعمو یا دخترعمو یا پسرخاله یا پسردایی توی کانادا زندگی میکنه. بریم سراغ قسمت بعدی، چطور درباره رابطه‌مون با اعضای خانواده صحبت کنیم. اولیش be close to someone یعنی با کسی صمیمی یا به کسی نزدیک بودن. مثلا I'm very close to my brother، من با برادرم خیلی صمیمیم. عبارت بعدی get along with someone یعنی با کسی خوب کنار اومدن. مثلا I get along well with my brother، من با برادرم خیلی خوب کنار میام. اما اگه با کسی رابطه خوبی نداشته باشی میتونی بگی we don't get along. معمولا بعدش از with استفاده میشه. we don't get along with یک کسی، ما با هم خوب کنار نمیایم. یه عبارت جالب family oriented یعنی کسی که خانواده براش خیلی مهمه. مثلا I'm a very family oriented person، من آدمیم که خانواده برام خیلی مهمه. یکی دیگه spend time with my family یعنی با خانواده وقت گذروندن. مثلا I love spending time with my family، من عاشق اینم که با خانواده‌ام وقت بگذرونم. یکی دیگه keep in touch یعنی در ارتباط ماندن یا در ارتباط بودن. مثلا یکی از اعضای خانواده توی کشور دیگه زندگی میکنه، میتونی ازش استفاده کنی. I don't see my brother very often but we keep in touch. من خیلی برادرمو نمیبینم ولی با هم در ارتباطیم. حالا همه این کلمات رو توی داستان کوتاه ببینیم. گوش کن ببین چند تا از این کلمات رو متوجه میشی. Hi, I'm David. I have a small family. I live with my parents and my younger brother. I'm very close to my brother. We usually get along very well. My grandparents live in another city, so I don't see them very often, but we always keep in touch. I also have 2 cousins.
and we sometimes spend time together. I'm a very family-oriented person, so I really enjoy spending time with my family. حالا نوبت شماست. من جمله رو فارسی میگم، شما سعی کنید انگلیسیش رو بگید. آماده؟ Let's go. من با خواهرم خیلی صمیمی هستم. I'm very close to my sister. من با برادرم خیلی خوب کنار میام. I get along well with my brother. من عاشق وقت گذراندن با خانواده‌ام هستم. I love spending time with my family. ما همیشه در ارتباط هستیم. We always keep in touch. خب امروز چیا یاد گرفتیم؟ مثلا family خانواده، parents پدر مادر، siblings خواهر یا برادر، cousin عبارت یاد گرفتیم. Be close to someone, get along with someone, spend time with someone و چیزهای دیگه که با هم یاد گرفتیم. یه تمرین برای شما، توی کامنت ها به انگلیسی بنویسید How many people are there in your family یا Who are you closest to in your family. Thank you.